این امکان رو دارید که وبکمتون رو باز کنید اگر حالا اینترنتتون بله میکنه. بسم بله الله الرحمن الرحیم. من زهرا کریمیان هستم، عضو شورای مرکزی انجمن تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی. افتخار این رو داریم که توی اردیبهشت ماه تحت عنوان سلسله جلسات انتقال تجربه آموزش و صنعت در خدمت متخصصانی باشیم که بیان از صنایع مختلف برای ما انتقال تجربه کنن و مسیرهایی رو که حالا دارن آموزش رو در داخل اون صنعتی که مشغول به کار هستن اجرا میکنن برای ما شرح بدن. این جلسه در خدمت جناب آقای مهندس میلاد ربیعی هستیم. همونطور که اینجا ملاحظه میکنید ایشون متخصص آموزش الکترونیکی و سرپرست فناوری آموزشی شرکت ملی صنایع مس هستن. بنده با ایشون توی همایش یادگیری الکترونیکی آشنا شدم، پشتیبان بودم اونجا و ایشون ارائه دادن یکی دو تا از کارهاشون رو. بسیار تجربیات ارزشمندی داشتن در حوزه یادگیری میکرو لرنینگ و وی آر ای آر. ما در خدمت شما هستیم. اگر میخواید معرفی بهتری مفصلتری از خودتون داشته باشید خیلی عالیه. و بعد من یک سری سوالاتی پیشنهادی خدمت شما ارسال کرده بودم، منتها از اونجایی که احساس میکنم این جلسه خیلی ارزشمنده بیشتر ترجیح میدم که شما هر طور صلاح میدونید مدیریتش بکنید که دوستان بیشترین استفاده رو ببرن. بفرمایید اگر معرفی دارید از خودتون، ما در خدمت هستیم و مشتاق. بسیار عالی. ممنون از شما که به هر حال این پیگیر هستین و خوشحالم که در خدمت بچه‌های انجمن دانشگاه هستم، چون بچه‌های انجمن معمولاً کارایی میکنن که شاید سر کلاس یه استاد نمیتونه منتقل کنه و دقیقاً این همون رسالتیه که باید انجمن‌های تو دانشگاه دارن. من خودم حالا دو سری استاد مشاور حالا گروه‌های انجمن بودم و میدونم که برای این کارا هم زمان بره هم وقت گیره. به هر حال تشکر میکنم و اینکه همین کسایی که اینجا الان توی گروه هستن و وقت گذاشتن اومدن هم تشکر میکنم ازشون. نشون میده که مشتاقین و دوست دارین که یاد بگیرین و رو به جلو حرکت کنید. من میلاد ربیعی هستم. تقریبا 6-7 سال هست که به صورت مداوم با واقعیت مجازی و واقعیت افزوده و شبیه سازهای ایمرسیو یا ایمرسیو تکنولوژی در واقع کار میکنم. اسم خودم متخصص نمیذارم چون هرچی جلوتر میرم حس میکنم بیشتر نمیدونم و در حال یادگیری هم همچنان. و توی شرکت مل تو بخش فناوری آموزشی تونستیم کاری بکنیم و حالا تمام تلاشمون این بودی که بتونیم یه جورایی اون صنعت رو کمک کنیم، به تولید کمک کنیم و فناوری آموزشی رو به مشخص یه جورایی کاربردیش کنیم. اگه بخوام یه مقدمه بگم از کاری که توی شرکت ملی صنایع مس انجام شده، بعد از اینجا شروع کنم که سال 96. جسارتا آقای مهندس صدای بنده رو داری؟ بله صدای شما یه مقدار ضعیفه و یکم قطع و وصلی داره. امکانش هست حالا بهتر بشه؟ من دارم تمام تلاشمو میکنم که الان صدا خوب بیاد. حالا یکم فکر کنم نزدیک میکروفون باشم یکم شاید بله بسیار بهتر باشه. فقط بذارید من این تنظیمات میکروفون یه بار دیگه چک کنم. تشکر میکنم از شما. همه چی خوبه، خواهش میکنم. خب داشتم میگفتم که اگه بخوام با یه داستان شروع کنم، باید از اینجا شروع کنم که خب من کار خودم تو بحث فناوری آموزشی از سال 92 شروع کردم برای دانشگاه صنعتی عراق. اونجا اولین بار بود که اومدیم آموزش مجازی رو اندازی کردیم و یه سامانه ادوبی کانکت براشون رو اندازی کردیم، کلاس مجازی رو اندازی کردیم
و بعد که حالا فارغ التحصیل شدم 93 اومدم توی شهر خودمون که رفسنجان هست که در واقع شرکت ملی صنایع مس شروعش و پایه‌گذاریش از رفسنجان بود و بعد حالا توسعه پیدا کرد. در واقع بزرگترین شرکت تولید کننده مس در خاورمیانه است و جزو 5مین شرکت حالا بزرگیه که ذخیره‌های بزرگ معدنی مس رو داره. و بعد از اینکه خب اومدم اینجا توی شهر خودمون توی دانشگاه ولیعصر رفسنجان، اونجا یه مرکز رو اندازی کردیم به نام مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه. یه روز که خب تو دانشگاه بودم داشتم در مورد آینده آموزش مجازی تحقیق میکردم و خب اصلا اینکه رفتم سمت آموزش مجازی هم این بود که یعنی سال فکر میکنم 89 اینجا بود که داشتم در مورد آینده آموزش و حالا روش‌های نوین آموزشی تحقیق میکردم، با آموزش مجازی رسیدم و بعد از اون هم در مورد آینده آموزش مجازی داشتم تحقیق میکردم که خب به هوش مصنوعی و وی آر و ای آر و ایکس آر و اینا رسیدیم و به سرم زد که خب تحقیقاتم ادامه بدم تو زمینه این که خب این فناوری واقعیت مجازی و حالا ایمرسیو تکنولوژی ها چه کمکی میتونن توی صنعت بکنن، چون خب یه صنعت خیلی بزرگ کنارمون داشتیم. به این فکر افتادم که خب بیام تو صنعت، چون دانشگاه یه محیط آکادمیکه برای یاد گرفتن شروع خوبه، اما همه داستان نیست و در واقع وقتی شما اون علمی که حالا یاد گرفتین کاربردی میشه و به درد میخوره، وقتیه که استفاده کنید و بتونید از اون توی صنعت و به ویژه تولید بهره بگیرید. و تحقیقاتم رو شروع کردم سال 93 و با یه شرکتی به همین اسم به نام ایمرسیو تکنولوژی که توی استرالیا هست، توی پرت استرالیا یه دفتر دارن، اونجا ارتباط گرفتیم. یه ایمیل زدم، یه آقای به نام آقای لوکاس ناتولی از اونجا بهم جواب داد و ساز آموزشی تولید می‌کنه. حالا آسو پایین میذارم دوستان، حتما به این سایت یه سر بزنید. این سایت یعنی این شرکت میتونم بگم بزرگترین شرکت تولید کننده شبیه سازهای آموزشی معادن هست، به ویژه ماشین آلات. و ببینید بازار رو یه جورایی محدود کردن. شبیه ساز تنها تولید میکنن، شبیه ساز تولید میکنن، ویژه ماشین آلات معدنی. هر ماشینی که در واقع توی معدن به نوعی تردد داره و اینا شبیه ساز داره. من این پایین فقط اینو تایپ کنم که اینو فراموش نکنم. Immersive Technologies. اینو اگر سایت بزنید توی اینترنت جستجو بزنید، این در واقع صدا حل نشده، مشکل داره هنوز. یه کوچولو نمیدونم میخوام بله مثل اینکه درست. خب و ایشون من حالا به این شرکت یه ایمیل دادم. شرکت یه نماینده معرفی کردن، نماینده اروپا و میدلیست بود، در واقع نماینده فروششون بود که من از نماینده فروششون هم خیلی چیزا یاد گرفتم، این که اصلا چه شکلی کارشون رو پرزنت میکنن و در واقع محصولشون رو میفروشن. ایشون اومد میخواد بیاد ایران، در واقع میخواست بیاد عراق
و من بهش گفتم که من از شرکت NICICO هستم یا همون نیسیکو، یه شرکت ملی صنایع مس ایران. بعد که رفت جستجو زده بود و اینا، دیده بود که خب ما یه شرکت مدنی بزرگ هستیم و بالای 240 تا ماشین دامپ تراک داریم که خب هر کدوم نزدیک 240 تن بار رو میتونن حمل کنن و خیلی ترغیب شد به جای اینکه بره عراق بیاد ایران اومد و اتفاقا توی 3 روز ما معدن گلگهر رو رفتیم، چادرملو رو رفتیم و شرکت مصر رو. خب من اون موقع هنوز وارد شرکت مصر نشده بودم، با مدیرای اینجا هماهنگ کردم. هماهنگی‌هایی که دارم خدمتتون عرض میکنم، کسایی که تو صنعت هستن، کسی که از طرف دانشگاه اومده باشه رو خیلی به سختی روی حرفش حساب میکنن. اینو من به بچهای انجمن میگم، چون من خودم هم مثل شما بودم. یعنی یه دیدگاهی دارن که خب میگن خب اینا فعلا درسشو خوندن، فعلا وارد بازار کار نشدن، اون چیزی رو که باید بلد باشن رو ممکن صنعت بلد نباشن و تجربهشون نداشته باشن و واقعا هم همین شکلی بود. خب اما اون چیزی که ته ذهن من بود این بود که خب بله، من اگر از طرف دانشگاه اومدم، هنوز کار آکادمیک و صنعتی انجام ندادم، اما میدونم که دنیا چه خبره و اون چیزی رو که من دارم به شما میگم شما ندارید. اگر داشتید میگفتم شما تجربه دارید. خلاصه این که سر این وقت گرفتن و اینا خلاصه کلی باشون کلنجار رفتیم و وقت گذاشتیم و تا وقت گذاشتن مدیراشون نشستن توی یه جلسه و تو اون جلسه تقریبا میتونم بگم مدیر معدن، مدیر تقلیز، مدیر ذوب، مدیر بهره برداری، مدیر تولید، مدیر انرژی، در واقع حالا شرکت ملی صنایع مس در اون 95 تا مدیر توی حوزه‌های مختلف داره که خب هر کدومشون هم زیر مجموعه خاص خودشون دارن و بچه‌های معدن، خب خود معدن شرکت مثل 35,000 تا نیرو داره، خود معدن به تنهایی 5,000 و فکر می‌کنم 200 نفر فقط به خود معدن کار میکنن. تقریبا اینا 20 تا مدیر مختلف دارن تو سطوح مختلف. اینا تو اون جلسه نشسته بودن. اینا لوکاس ناتولی یه فیلم گذاشت، یه فیلم بود برای شروع کار که حالا بیان با کارشو شروع بکنه و یه تبلیغ از شرکتش بود. توی این فیلم یه جای از فیلم آقای ترابینامی بود که الان بازنشسته شدن. یه لحظه به من گفت که میشه فیلم رو نگه دارین بعد فیلم رو زدن صحنه وایسا. رو صحنه که ایستاد، همه کسایی که اونجا دور میز نشسته بودن گفتن که من تو چهرهاشون که نگاه میکردم حس کردم که یه چیز جدید رو دیدن، شوکه شدن، اصلا هنگ بودن، اصلا یه حالتی بود که هی به همدیگه هم نگاه میکردم، براشون سوال بود که خب من اون موقع واقعا نمیدونستم چیه و حس کردم خب به هر حال یه اتفاق افتاد، یه چیز جدید دیدم. هنوز توی شروع صحبتش اصلا نگفت که اصلا ما هنوز چی داریم، چه کار میخوایم بکنیم، فقط یه فیلم تبلیغاتی بود برای شروع کارش گذاشت. بعد رو کرد به بچه‌هاش گفت چرا ما تناب شابل رو اینجوری نمیبندیم. شاول یه ماشینه که در واقع همون مثل لودره ولی در ابعاد خیلی بزرگتر. هر پاکتی که حالا ما بهش میگیم پاکت، در واقع اون بیلی هست که در واقع خاک رو برمیداره میرزه توی دامپ تراک یا همون کامیون ها معدنی. من یه زمان اصطلاح رو حالا دامپ تراک و شاول رو استفاده میکنم، متوجه منظورم باشین.
شاول هر پاکتش 45 تونه. بعد بعضی از شاول ها رب شاولن، یعنی شاول تنابی. بعد این تنابی که به این شاول وصل شده تناب باید 40 تن بار رو آقای توی مهندس، من عذرخواهی میکنم چون که بچه ها از دست ندن بحث رو، فکر میکنم مشکل اینترنتیه، ناچارن تصویرتون رو فکر میکنم قطع کنید، شاید آره بهتر آره بشه صدا. تشکر میکنم. آره آره. بعد داشتم میگفتم که این روی صحنه استوب کرد و گفتم صحنه رو برگردونید. اینا رو میگم بچه ها یعنی که دقیقاً بدونید اگر خواستین با صنعت کار کنید باید از اینجا شروع کنید. نگه داشت صحنه رو رو کرد و بقیه گفت ما چرا تنابی که برای شاول میبندیم اینجوری نمیبندیم، چون بستن تناب بسترش به اون بازویی که حالا خاک رو بلند میکنه اگر پاره بشه تقریبا 1 هفته زمان رو میبره و تا اینو درستش کنن به ازای هر دقیقه ای که اون شاور کار میکنه داره ضرر دقیقه ای به شرکت وارد میکنه و اونا از تو اون صحنه تونستن یه روش بستن برای این کار پیدا کنن و همین باعث شد که خب نظرشون جلب بشه به تکنولوژی و ما بتونیم اولین شبیه ساز آموزش اپراتوری دامتراک رو از این شرکت تهیه کنیم. در واقع سال فکر کنم 93 3.5 میلیارد تومان بابت این قضیه پول دادن، هرچند که تا الان 100 برابرش رو شاید بیشتر به دست آوردن فقط برای استفاده از یک تکنولوژی که کارش آموزشه. میخوام بهتون بگم که با صنایع بزرگ وقتی کار میکنید چون ابعاد بزرگه، چون درآمد زیاده، شما اگر حتی 0.1% توی بهره‌وری اون کار کمک کنید و نقش داشته باشید حقوق 100 سال شما تضمینه. یعنی برای اون شرکت کاملا توجیه پذیره که شما جذب کنید و تو اون حالا کار جلو برید. حتی میتونید با عنوان شرکت های پیمان کاری، من کاری حالا به جذبش هم ندارم، که بتونید بیاین اون خدمات رو به صنعت ارائه کنید. خلاصه اینکه ما بعد از اینکه حالا اونجا رو تأسیس کردیم خب از من خواهش کردم که خب بمونید همین کار رو ادامه بدید و بشین نماینده اون شرکت اینجا توی شرکت ما. و من تقریبا 1-2 سالی این کار انجام دادم و بعدش هم جذب شدم و الان همچنان تو همون شرکت خب مشغولم و به علت اینکه شرکت مثل مخصوصا آموزش شرکت مثل در مورد جزو ستای اول آموزش‌های صنعتی و سازمانی ایران هست حس کردم جای خوبیه و موندگار شدم. ولی میخوام بهتون بگم بعد از این قضیه ما رفتیم یه مرکز فناوری آموزشی رو تأسیس کردیم. از بحث تولید محتوا بگیرید شبیه سازهای آموزشی مثل VR AR رو راه اندازی کردیم، شبیه ساز جوشکاری و تمام اینها رو تونستیم توی صنعت ازش استفاده کنیم و به مرحله‌ای برسونیم که بهشون ثابت کنیم که خب این کاری که شما انجام میدید و این تکنولوژی که استفاده میکنید براتون آورده داره و چقدر میتونه براتون اثر بخش باشه. خب این تا اینجا صحبتم برای حالا مقدمه بود، اینکه خب من خودم کارم از کجا شروع کردم. اما با اون داستانی که گفتم خیلی دقت کنید، بهش فکر کنید. اون داستان شروع من حداقل بود برای یعنی شروع کار من توی شرکت صنعتی بزرگ، چون سمینارتون هم به همین عنوان هست. فکر کردم که برای مقدمه میتونه این داستان یه داستان الهام بخش باشه، هرچند که من هر وقت خودم به گذشته فکر میکنم حس میکنم که اون نقطه عطفی بود، مخصوصا
اینکه من تونستم یک شرکتی رو از خارج از کشور دعوت کنم بیارمش اون دستگاه رو بخرن. الان همون دستگاه تقریبا 52 میلیارده، ما اون رو خریدیم 3.5 میلیارد و این خیلی آورده زیادی برای شرکت داشت. خودتون رو محدود خیلی به فناوری های مثلا تو صنعت که پا میذارین، فناوری هایی که محدودن و اسکیلبل نیستن نکنید. هر فناوری که بتونید تعداد افراد بیشتری رو با مقیاس بیشتر درگیر کنید میتونه حالا شروع خوبی باشه. خب من سلام به اشتراک میذارم که بتونم برم سراغ فایل ارائه. ما عذرخواهی میکنیم امشب گویا نمیدونم فکر کنم یا مشکل از اینترنت یا پلتفرمی که داریم باش کار میکنیم. الان دوستان لطفا همگی بازخورد بدن. الان صدا رو داریم. آقای مهندس لطفا اگر امکان داره چند جمله بگین. من صدای شما رو کامل دارم، از صدای شما خیلی خوب میشنوم. بسیار میخواید برید توی گوگل میت، من یه لینک بذارم، شما لینک مثل بذارید اینکه همین مسئله بچه ها. حل شده آقای مهندس، تصویرها رو کلا ببندیم گویا حله. آره حالا امیدوارم وقتی صفحه‌مو به اشتراک میذارم دوباره این اتفاق نیفته. من سعی می‌کنم سریع ای وای مثل اینکه جمع‌بندی. صدای شما رو ندارن آقای مهندس. صدای من ندارن؟ بله مثل اینکه صدای شما رو ندارن دوستان. احتمالا باید تغییر پلتفرم بدیم. میخواین قبل از اینکه پلتفرم رو تغییر بدید بله من یه لینک گوگل میت برای شما میفرستم، شما بله بیاین بسیار عالی، اونجا تشکر میکنم. ببینید اول اونجا صدا چطوره، بعد میتونید بیاین. حالا خودم. بله من الان یه لینک بهتون فرستادم، بیاین تو این لینک. گویا میگن الان صدا خوبه. البته از اون لینک من هنوز موفق نشدم وارد شم، مثل اینکه بله. آقای مهندس من این لینکی که گذاشتید و وارد شدم، گویا باید دسترسی بدید. الان دسترسی می‌دم. ببخشید پشتیبان محترم صدای منو میشنوید؟ عزیز جان نیازی نیست گروه رو تغییر بدین یا پلتفرم رو تغییر بدین، کافیه اون دوستانی که صدا ندارن یه بار خارج و وارد بشن. بقیه مشکل ندارن، مشکل همگانی نیست، درسته؟ نه من از ابتدای وبینار با اینکه در منطقه مرزی هستم بین نزدیکای مرز ایران و عراق صدا رو خوب دارم، مشکلی نیست، کافیه اون دوستایی که ندارن یه بار خارج و وارد بشن. بله دوستان پس یه رفرش کنید. اینو دیگه ما سالاست که با این مشکل روبرو هستیم بزرگوار، از سال 99 دیگه ما این مشکل رو داریم. بله من پوزش میخوام از خدمت استاد، هم صدای استاد واضح بود خیلی هم رسا بود. بسیار عالی. آره بعد سعی کنید که حالا من چون وقت دوستانم ممکنه کم باشه، منم تا ساعت 9 تا 9 رو در خدمتتون هستم. سعی کنم یه جنبندی داشته باشم، حداقل یه چیز خوب رو به دوستان منتقل کنم.
خب من صفحه خودم به اشتراک میذارم. شروع کنم خانم کریمیان؟ مشکلی نیست کار جلو ببریم؟ بسیار عالی. بله بله، تا این لحظه ما مسیر دانشجویی رو داشتیم که فارغ التحصیل شد برای اون دوستانی که صدا رو نداشتن و دنبال این بود که وارد حیطه صنعت بشه. منتها دغدغه بزرگی که داشت و حالا مسئله‌ای که براش پیش اومد، همونطور که بقیه متخصصان تا این جلسه اشاره کرده بودن، این بود که افرادی که توی صنعت بودن زیاد دانشجوها رو و کسایی که از آموزش عالی وارد می‌شدن رو نمیپذیرفتن و اعتقاد داشتن که اینها مثلا کار عملیشون ضعیفه. آقای رایبی چه کار کردن؟ گفتن که مزیت رقابتیشون چیه، که اینه که میتونن با فناوری‌های نوین جهانی کار کنن، فناوری‌هایی که متخصص‌های صنعت ازش آگاهی نداشتن. بنابراین یک ارتباط جهانی ایجاد کردن، جلسه‌ای رو فراهم کردن، کسی رو آوردن ارائه داد و اونجا یک اتفاقات خیلی خوبی افتاد که باعث شد که متخصص‌های حیطه صنعت به این باور برسن که احتیاج دارن به کار ایشون و اون فناوری که ارائه میدن. ما در خدمت شما هستیم جناب آقای مهندس. خواهش میکنم. بسیار عالی، ممنون از جنبندیتون. آره ببینید تو اون داستانی که تعریف کردم، دوستان بعضی نوشته بودن متوجه نمیشم، شاید صدا رو گفتن، ولی خب من اون داستان رو گفتم برای اینکه بدونید، برای این وقتی میخواین وارد یه صنعت بشین قطعاً با مخالفت روبرو میشین. بعضی موقع شاید مسخرتون بکنن، شاید بهتون بخندن، شاید جدیتون نگیرن، اما شما میدونین که استاندارد جهانی چیه، شما علمشو دارین، تحقیقشو کردید و یه پشتکار و حالا یه انگیزه بالا احتیاج دارین که این راه ادامه بدید. آینده از آن شماست، به ویژه توی آموزش. شما دارین فناوری جلو میرین و یه چیزی هم گفته باشم که هیچ وقت این رشته‌ای که دارید میخونید، کلا رشته‌هایی که مرتبط با تکنولوژی هستن، ماهیتشون یه خوبی داره یه بدی. خوبیشون اینه که شما هر جا برین باهاتون کار دارن، هر جایی که پاتون رو بذارید نمیتونه اونجا از تکنولوژی دور بمونه، چون اگر دور بمونه در واقع محکوم به فناست، محکوم به مرگه. اگر با تکنولوژی و فناوری همگام نباشه روزش رفته و بدون مجموع آینده ای نخواهد داشت. اما یه ایراد داره، ایرادش هم اینه که خب همیشه باید به روز باشید و همیشه در حال مطالعه باشید. به یکی دوتا موضوع بسنده نکنید، عمیق بشید، با استانداردهای جهانی پیش برید، ببینید دنیا داره چی کار میکنه، از اونجایی که دنیا کار انجام داده شما کاستومایزش کنید، بردارین بیارین توی ایران و ببینید که خب این تکنولوژی آموزشی رو فلان جا برای فلان جا انجام داده. معمولا اگر همون مدل رو بردارین بیارین توی ایران قطعا جواب نمیده. توی ایران خیلی چیزا فرق میکنه. همین اینترنتی که ما الان اینجا داریم، ببینید نمیتونیم جلسه‌مون رو به راحتی برگزار کنیم و مشکلات دیگه، فرهنگ و پس باید چیکار کنیم؟ کاستومایزش کنیم، اون مدل رو بیاریم توی ایران و با استاندارد جهانی به این شکل پیش بریم. خب من فایل ارائه‌مو به اشتراک بذارم، یعنی صفحه‌مو به اشتراک بذارم که بتونم کار جلو ببرم. خب فناوری‌های آموزشی همه جانبه، یعنی ما چیزی که تونستیم خیلی توش پیشرفت کنیم، یعنی کاستومایزش کنیم دقیقاً این تکنولوژی رو. چون ما اون شبیه ساز اپراتوری دامتراک رو که دارم خدمتتون عرض میکنم، شبیه ساز دامتراک منظور کسی که میشینه پشت اون شبیه ساز آموزش میبینه که با اون مثلا کامیون معدنی یا با اون لودر، بولیزر یا شاول چه شکلی کار کنه. خب اما همش خارجیه، از تکنولوژیش، از ساختش، سخت افزارش، نرم افزارش، همش کار یه شرکت دیگه است. ما اگه بخوایم کاستومایز کنیم باید از اونها اجازه میگرفتیم، باید خودمون
باید در واقع بهشون دسترسی میدادیم که بیان نرم افزارمون رو آپدیت کنن. بابت هر کاری هم که انجام میدادن باید پول واریز میشد و چون تحریم بودیم پول نمیتونستیم مستقیم به حسابشون واریز کنیم، باید از یه شرکت واسط کمک میگرفتیم و مشکلات خاص دیگه. و خب این تکنولوژی برای همه شرکت ها خریدنش مقدور نبود، چون تکنولوژی های تکیه، در ضمن خیلی گرونه و برای شرکت های بزرگ خوبه. در این بین VR یا واقعیت مجازی در واقع یک نقطه روشنی بود توی یه تاریکی خیلی بزرگ برای من که باعث شد که بتونیم حداقل یک بخشی از کار رو کاستومایز کنیم و ایرانیزش کنیم، ویژه خودمون، ویژه صنعتمون، و بتونیم ازش استفاده کنیم. این که میگم بخشی ازش رو کاستومایز کنیم، بخش نرم افزاریش بود، چون همونجور که میدونین این عینک ها، همین عینکی که الان به چشم ایشون هست، یه عینکیه که خب ساخت آمریکاست. قبلا مال شرکت آکیولس بود، بعد شرکت آکیولس رو شرکت متا خرید که الان همین واتساپ، اینستاگرام هم که آقای مارک زاکربرگ در واقع مالکش هست، وارداتی هن. اینا همه دستگاهایی هن که سخت افزارش وارداتیه و ما کاری که کردیم رو بخش نرم افزاری اینه، یعنی اون چیزی رو که کاربر داخل این عینک میبینه و همون محتوا هست. خب من جلو برم. شما خب ماشاءالله همتون دیگه فناوری آموزشی خوندین و مباحث یادگیری رو هر روز باش سر و کار داریم. من میخوام تو این تصویر به اون قسمت نارنجیه دقت کنین. اون قسمت سبز که میگه خب 10% بعضیا با خوندن، بعضیا با نوشتن، بعضیا با دیدن، بعضیا با دیدن و شنیدن یاد میگیرن، اما 80% آدما وقتی چیزی رو یاد میگیرن که اونو تجربه کرده باشن. این خیلی جمله مهمیه و ما اگه بتونیم یک آموزشی رو فراهم کنیم که امکان تجربه رو به کاربرمون بده، قطعاً برنده ایم، چون بهش اجازه دادیم که اون کار رو تجربه کنه. خب من جلوتر برم در مورد این موضوع خیلی صحبت میکنم، ولی خب نمیخوام رو مباحث تئوریک گیر کنیم. پس ما توی آموزش‌های نسل 4 یکی از مواردی که خیلی باید بهش توجه کنیم یادگیری مبتنی بر تجربه است و باید اینو توی سرلوحه کارمون قرار بدیم. من اگر اومدم توی صنعت کار کردم باید علم آنتروپولوژیک رو بلد باشم، باید بدونم که چجوری میشه به بزرگسالان آموزش داد، چون کسی که تو صنعت کار میکنه دیگه قطعا دانش آموز نیست، دانشجو نیست، محصل نیست، یادگیرنده خاصی نیست. فقط اگر چیزی رو یاد میگیره فقط برای کارش یاد میگیره و اگر بخوای چیزی رو بهش یاد بدی با روش‌های قدیمی خیلی نمیتونی انتظار تغییر رفتار رو داشته باشی. باید با خیلی چیزهای دیگه همراهش کنی، باید با تکنولوژی آموزشی همراهش کنی، با گیمیفیکیشن همراهش کنی، با بازی، با فناوری‌های مختلف، با روش‌های تدریس و پس ما یکی از مشکلاتی که داریم اینم بهتون بگم، اینم یه جای یادداشتش کنید. توی صنعت ما یه مشکل بزرگ داریم، اینه که فراگیر آموزش گریزه. اگر قرار باشه بشونیش سر همون کلاسی که همیشه مثلا بوده، با 100 سال پیشش هیچ فرقی نکرده، شما 100 سال پیش آموزش رو نگاه کنید، الان هم نگاه کنید. یعنی اگر یک کلاس عادی باشه 100 سال پیش
یه نفر وای میساده اون بالا توضیح میداده، بقیه هم بهش نگاه میکردن یاد میگرفتن. الان هم همون جوری، حال فوقش مثلا یه دونه تلویزیون و یه دونه مثلا پاورپوینت بهش اضافه شده، یه مدیای خیلی خاص. یعنی در نهایت اون استاد میره بالا شروع میکنه حرف زدن. این برای آموزش بزرگسالان تو صنعت سمه، هیچ فایده‌ای براشون نداره، هیچ توجهی بهش نمیکنن. اگرم بیان بشینن فقط برای اینکه مجبور شدن که بشینن که اون آموزش رو ببینن و بعد بره حکمش رو بگیره، مثلا حقوقش بیشتر بشه. توی تمام سازمان اینه. یعنی این چیزی دارم خدمتتون عرض میکنم از دل تجربیاتی بودی که توی این چند سال توی صنعت پیدا کردم. پس اینو دقت کنید، توی صنعت به ویژه آموزش بزرگسالان آموزش گریزن و باید شما با استفاده از روش‌های جدید جذبش کنید. مثلا استفاده از همین وی آر توی حالا صنعت تجربهش رو دارم. طرف اومده استفاده کرده، بعد رفته هفته بعد اومده دست همکارش رو گرفته، مرخصیش رو از تو خط گرفته، گفته بیا بریم میخوام این چی بهت نشون بدم. آوردتش اونجا، گفته آقا اون چیزی رو که هفته پیش برای من گذاشتی میشه برای همکارم هم بذاری ببینه. همکارش تو چشاش ذوق رو میدیدم که اومده از کارش زده، اومده توی آموزش که یه چیز جدید رو ببینه. خب این دفعه چون با پای خودش اومده، با علاقه اومده، این دفعه دیگه آموزش نیست، اسمش یادگیریه. چون این دفعه با علاقه، با جذابیت اون تکنولوژی پا شده اومده اونجا. این دفعه دیگه هر چی که بهش نشون بدی اون تو ذهنش میمونه و یاد میگیره. مثلا ما حالا جلوتر محتوایی تولید کردیم و بهتون نشون میدم، تو این اسلاید هست. خب این کار ما اونجا این برای آموزش خیلی ارزشمنده. چرا؟ چون این دفعه طرف با پای خودش اومده، نه تنها فرار نکرده بلکه از اون محیط اومده بیرون، اومده توی آموزش که چیز جدید رو یاد بگیره و این خیلی مهمه به ویژه توی صنعت. خب من اینجا یه نمودار دارم که نشون میده تا سال 2026 روند استفاده از این تکنولوژی رو به افزایشه و مارکت کپش یا مارکت سایزش رو به افزایشه. ما تقریبا دیگه 2024 2025 و میتونم بگم تقریبا نزدیک 800 میلیارد دلار الان مارکت کپ این در واقع استفاده از واقعیت مجازی توی آموزش، اونم فقط توی آمریکای شمالی و توی بقیه دنیا که بماند. خب زیاد وارد این نمودارها و این چیزا نمیشم، اما خب همونجوری که نگاه بندازید متوجه میشین که شرکتایی که از فناوری واقعیت مجازی استفاده کردن و شرکتایی که نکردن، شرکتای پیشرو آبی هستن و شرکتایی که به همون روش‌های قدیمی کارشون ادامه دادن شرکتایی هستن که با رنگ بنفش مشخص شده. همونجوری که میبینید بهبود کارای افزایش ایمنی، افزایش بهره‌وری و کاهش پیچیدگی از آورده‌های استفاده از فناوری‌های آموزشی به واقعیت مجازی واقعیت افزوده است. این اطلاعاتی که دارم بهتون میدم در واقع همش مربوط به ایمرسیو تکنولوژی یا فناوری‌های همه جانبه هستن. اگه بخوام فناوری همه جانبه رو دسته‌بندی کنم، خب VR، AR و MR هست و فرق اینا رو توی تصویر میبینید. من این اسلاید رو بعداً خواهم گذاشت و مطمئنم خب خودتون باشون آشنا هستین، اما بخوام خیلی کوتاه بگم VR هرچی که میبینید از دنیای واقعی ایزوله است، یعنی هرچی میبینید مجازیه، از دنیای واقعی چیزی رو نمیبینید. توی AR شما دنیای واقعی رو میبینید اما یه سری المان‌های اضافی، المان‌های گرافیکی به اون دنیای واقعی اضافه میشه. مثلا اینکه یه وقتی با گوشیتون عکس میگیرین، مثلا یه کلاه براتون میذاره، عینک میندازه، اون چیزی رو که اضافه میکنه به تصویر شما در واقع AR هست. و Extended Reality یا XR هم ترکیب ایناست
ترکیب AR VR و MR هست. در مورد میکس ریالیتی خب خیلی باید توضیح بدم، اما میخوام بگم که میکس ریالیتی فقط تصویر تنها نیست. ما بعدا میتونیم یه سری گجت ها هم بهش اضافه کنیم. مثلا فرض کنید یه سری دستکش بپوشیم که حس لمس رو بهمون بده، یا به IoT وصلش کنیم، بگیم که خب به اینترنت اشیا وصل بشه، یه سری داده ها رو از اونجا هم بهمون نشون بده. این در واقع توی دسته میکس ریالیتی هست که ما فعلا خب کاری بهش نداریم. من فوکوسم روی این اسلاید حالا در آینده می‌بینیم گذاشتم روی VR. خب VR خیلی جا کاربرد داره. توی صنعت خودرو ما این کار برای ایران خودرو هم انجام دادیم، خودم مشاورش بودم، که در واقع آموزش مونتاژ قطعات موتور هست. توی صنعت پزشکی شما ببینید این پزشک داره با استفاده از همین تکنولوژی داره آموزش جراحی میبینه. توی خودروفروشی طرف میتونه توی یه سری مغازه دور بزنه، مثلا یه لباس رو بپوشه، پسند کنه رنگشو، سایزشو، بعد سفارش بده و براش بیاد. تو صنعت گردشگری هم به همین ترتیب. شما فکر کنید مثلا ببینید اینا هر کدوم که اینجا هست در واقع یه بازار خیلی بزرگه، یه پتانسیل خیلی بزرگه. شما فکر کنید مثلا یه آژانس مسافرتی باشه، قبل از اینکه شما رو بفرسته به یک سفر، بگه اونجایی که میخوای بری ببین مثلا یه چرخ بزن ببین دوست داری اونجا بری یا نه. یا مثلا تو املاک فکر کنید شما پا میشین میرین مثلا کل تهران رو دور میزنین، 2 ساعت 3 ساعت وقتتون میذارین، مثلا یه خونه میبینید، 2 تا خونه میبینید. اما با استفاده از همین فناوری فکر کنید توی مشاور املاک یه دونه عینک باشه، تمام املاکشو شما میتونید توی 10 دقیقه یه رو ببینید، بعد ببینید اصلا کدوم رو میخواین، بعد برین سراغ همون چیزی که میخواین. و بازار خیلی خیلی بزرگی پشتش. خب خیلی ساکتین، من صدای منو دارین؟ اگر دارین که اوکی بدین. بله آقای مهندس، خانم بسیار عالی، بدون مشکل. تشکر میکنم. خواهش میکنم. خب ببینید کلا مهارت‌های نرم داریم، مهارت‌های سخت. مهارت‌های نرم مثلا فن بیان و سخنوری مثلا. مهارت‌های سخت مثل چی؟ مثل مکانیک مثلا، مثل الکترونیک. ما با واقعیت مجازی میتونیم روی هر دو مورد اینا کار کنیم. یعنی هم بیام روی واقعیت مجازی کار کنیم، هم روی مهارت‌های نرم کار کنیم، هم روی مهارت‌های سخت. و حالا بخوام از مهارت‌های نرم بهتون بگم که چه استفاده میتونه واقعیت مجازی داشته باشه، اینه که شما فکر کنید کسی که قرار به روی صحنه صحبت کنه، 1000 نفر جمعیت قرار جلوش باشن، یه پاورپوینت داره و قرار راجع به این موضوع صحبت کنه. خب قبل از اینکه بره اونجا نمیتونه که همین آدما رو بشونه که بگی آقا بشین من میخوام تمرین کنم، و خودش رو نمیتونه تو اون موقعیت واقعا قرار بده ببینی که چی پیش میاد. اما واقعیت مجازیش یه صحنه رو برای شما شبیه سازی میکنه، شما پاورپوینت تو داری، یه حالا بلندگو در صدا شما رو تو سالن به صورت واضح پخش میکنه و شما داری صحبت میکنی، قدم میزنی، با کسایی که نشستن ارتباط چشمی میگیری. حالا این اسمش هست ویرچوال اسپیچ. اگر خواستی نرم افزارش هم حالا کسی عینک داشته باشه بتونه دانلود کنم، تا یه جاهایش رایگان هست، از یه جایی به بعد خب هوش مصنوعی هم چون بهش اضافه میشه، مثلا شما اگر اون وسط یکم منومن کنی، مثلا حالا بین اسلایدات مکس بندازی، صحبت نکنی یا چیزی نکنی، صدا تو مثلا تون صدا رو بالا پایین نکنی، خودش اتوماتیک تشخیص میده و مثلا جمعیت شروع میکنن با هم پچ پچ کردن. خب این نشون میده که مثلا شما نتونستی اونجوری باید موفق باشی و میتونید تمرین کنی که خب اینو ارتقا بده. این در مهارت‌های نرم شما رو در واقع ارتقا میده، بهبود میده. تو مهارت‌های سخت هم مثلا همین مثالایی که بهتون زدم، از پزشکی بگیرید تا مثلا کار با دستگاه پیچیده یا آموزش مونتاژ خودرو. الان که من نرم افزاری که الان میبینم تو بحث واقعیت مجازی خیلی گسترده شدن. شما حتی مثلا آموزش باریستا هم میتونید شما با واقعیت مجازی
آموزش ببینید، کاربای دستگاه قهوه ساز رو. خب شما اگه قرار باشه مثلا برین توی قهوه خانه کار کنین با یه دستگاه قهوه ساز حرفه‌ای، خب قبلش باید یه مدت وایسی کنار بنده خدا، اون بهت نشون بده که چجوری باش این کار انجام بدی. بعضی موقع ممکنه بیه دستگاه مثلا چند صد میلیونی خسارت هم وارد کنی، ولی خب خیلی راحت میتونید شبیه ساز جان داشته باشین، تست کنین، کار کنید، به یه سطح مهارتی که رسیدین بعد برین. ما تو صنعت هم همینه. جلوتر محتوا رو که رسیدیم، کاری که ما کردیم رو خدمتتون عرض میکنم. پس این روی مهارت‌های سخت و نرم هم خیلی خوب میشه کار کرد. خب اینجا از اینجا به بعدش میخوام در مورد محتوا صحبت کنم. ببین ما دو نوع محتوا داریم، محتوای 360 داریم، محتوای فول وی آر داریم. 360 یه عکس پانورامای 360 که از محیط واقعی گرفته شده، عکس بالا سمت راست. این در واقع توی کارخانه پالایشگاه مجتمع مصر هست، از اتاق اپراتوریش. و ما کل فرایندی که اپراتور باید توی این اتاق انجام بده رو 0 تا 100 فیلم برداری 360 انجام دادیم. یعنی که اومدیم دوربین رو گذاشتیم، از اون کار فیلم برداری کردیم و بعد تدوین کردیم، گفتیم آقا این کلید این کارو میکنه، این کلید این کارو میکنه، دستگاه که به اینجا رسید تو باید این کلیدو بزنی، اگر آژیر خطر به صدا در اومد باید این کلیدو بزنی، این اقدامو انجام بدی. و کسی که میاد اینجا میخواد کار کنه به ما که معرفی میشه، ما کاری رو که بعضی موقع تو سالها باید بهش یاد میدادیم رو توی 10 دقیقه بهشون یاد میدیم. ببینید این موضوع خیلی مهمه بچه‌ها. اینو اگر شما تو صنعت بتونین اجرا کنید، بعد از یک بار اجرای این، مدیرای اون مجموعه حس میکنن که آره این همون چیزی که میخواستن، چون اونجا کار واقعیه، یه چیز تحقیقاتی آزمایشی نیست. اونجا اگر حس کنن این تونست 1% کارشون رو بهتر کنه، شما دیگه آیندهتون تضمینه. به دلیل اینکه تولید اونجا به اندازه‌ای هست که شما اگر بتونی 1 دقیقه اون یا 1 ساعت یا نیم ساعت اون رو توقفش رو کاهش بدی، کار خودت انجام دادی. و حالا من توی خانم کریمیان شاید توی کارگاه من توی کنفرانس یادگیری الکترونیک بودن، من اونجا در مورد این خیلی صحبت کردم. ما اومدیم برای کارگرایی که اوورهال هستن. اوورهال یه در واقع یک فرایندی هست که برای یه قسمت از کارخونه به صورت مثلا سالیانه 1 هفته اون قسمت رو خاموش میکنن، توقف تولید میشه و کارگرها میان اون دستگاه رو تعمیر میکنن، حالا تعویض میکنن بعضی مواقع، و بعد دوباره خط تولید به حالت اولش برمیگرده. خب ما به فرایند آموزش اینا 3 هفته قبل از اوورهال اتفاق میفته و توی 3 هفته اینا نزدیک مثلا 200 نفر قرار آموزش ببینن. این 200 نفر می اومدن کلاس، می رفتن، رفت آمد داشتن، صبحانه، نهار، شام، اقامت، و بعد که می رفتن تو کار حادثه می دیدن، چون بلد نبودن، چون برای بار اولشون بود، یا اصلا سر کلاس به اون نکته ایمنی خاص اشاره نشده بود، اصلا برای بار اولشونه که اون کارگرای اوورهال میان اونجا، یعنی میان 1 هفته این کار انجام میدن و بعد میرن. ما اومدیم چیکار کردیم؟ یه آموزش فرایند اوورهال رو با واحد مجازی آماده کردیم. کاری که قرار بود تو 3 هفته انجام بشه، ما تو 3 ساعت انجام دادیم. دقت کنید به حرفم. کاری که قرار بود توی 3 هفته انجام بشه، ما تو 3 ساعت انجام دادیم. ما 230 تا نیرو رو توی 3 ساعت آموزش دادیم و بعد که اومدیم حالا سنجه زدیم نسبت به سال قبل، دیدیم سال قبل به ازای هر کارگر ما تقریبا 1 حادثه داشتیم.
یه حادثه که بعضی مواقع منجر به قطع عضو بود، بعضی حوادث شبه حادثه بودن، یعنی ممکن بود که منجر به حادثه بشه یا حتی مرگ بشه. و سالی که ما این کار انجام دادیم تقریبا سال 1400 بود فکر میکنم، 0 بود حادثه. خب این خیلی نمود داشت که من اصلا اینو خب آوردم توی یکی از کارگاه کنفرانس یادگیری الکترونیکی، کلی صحبت کردم راجبش. آقای دکتر صفوی هم حضور داشتن، اتفاقا ما هفته پیشم ایشون رو دعوت کردیم اومدن مجتمع مصر. خب امیدوارم تا اینجا حالا مطالب رو درست خدمتتون منتقل کرده باشم. در مقابل 360 ما تصاویر فول وی آر رو داریم. توی فول وی آر شما میتونی با محیط تعامل کنی، یعنی اینکه میتونی یک کاری رو انجام بدی، یک فرایند رو انجام بدی، تو اون محیط راه بری، چیزی رو برداری بذاری، یه دستگاهی رو روشن کنی باهاش کار کنی و اگر خطایی انجام دادی نتیجه کارتو ببینی. اگر یه دستگاهی داری باش کار میکنی ممکنه قطعه رو مثلا تو اون دستگاه تراش مثلا بد بستی و بعد از این دستگاه رو با دور بالا روشن میکنی، قطعه از توی دستگاه در میره و ممکنه آسیب بزنه و شما اونجا میبینی که زخمی شدی، اما واقعا خب زخمی نشدید، ولی داری نتیجه کاری که اشتباهی که انجام داده رو میبینی و این یه چراغ خطر توی ذهن شما روشن میشه که آقا من این کار اگر توی واقعیت انجام دادم منجر به این حادثه میشه. یه چی هم گفته باشم، حالا قبلا اینجوری نبود ولی خب اخیراً توی صنایع کشور بحث ایمنی خیلی مطرح میشه. مثلا شما اگر قرار باشه وارد صنعت بشین، با ایمنی اگر بخواین وارد بشین خیلی راحت تره کارتون. چرا؟ چون ایمنی جون انسان سر کار داره، چون براشون مهمه. شاید تو کشورهای دیگه اینجوری نباشه، مثلا کشورهای حالا جهان سوم میگم، ولی به تازگی تو ایران توی چند سال اخیر من خیلی میبینم مسئله ایمنی اهمیت میدن و اینا قرار ممیزی ایمنی بگیرن و اگر مثلا اون کارگرشون، کارمندشون، تکنیسیانشون آسیب ببینه از اون امتیازشون کم میشه و ایمنی خیلی موضوع جذابیه، متنوع است. بعد قوانینش تو کل دنیا یکیه و موضوع خیلی خوبیه برای اینکه بتونید به صنعت ورود کنید. اینکه آقا من اینو با این فناوری به شما آموزش میدم، اینقدر توی کاهش حوادثتون تاثیر داره. سال قبلش میری بررسی میکنی، بعد از ایران میری بررسی میکنی، همین مقاله در میاد، همین که اونا توجیه میشن. ولی خب یکم باید صبر و حوصله داشته باشین و ممارست. ناامید نشین، حتما دست رد بار اول به سینه‌تون خواهند زد. خب من اینجا اومدم یه سری سناریوهایی که با استفاده از وی آر و به ویژه برای آموزش ایمنی توی صنایع استفاده میشه رو به شما آوردم. ما از اینا تقریبا 3 تاشون رو کار کردیم و بقیه‌شون هم امسال قرار کار کنیم. مثلا فورک لیفت ریسک، بالا سمت راست، آموزش ایمنی لیفت راک. این یکی از چیزاییه که تو تمام صنایع کارش دارن. لیفت راک رو همه صنایع دارن. هر صنعتی که یه چیزی رو تولید میکنه، یه شی رو قرار یه جایی ذخیره کنن، انبار کنن، لیفت راک هست و همیشه لیفت راک حادثه داره. حادثه هاش هم از سقوط بار شروع میشه تا نقطه کورش، تا آتش سوزیش، تا برخوردش به ستونای اطراف و اون کسی که اپراتور اون هست و کسایی که اطراف لیفت راک کار میکنن همه باید اینو قوانین رو بلد باشن و رعایت کنن. دیگه از چیزایی که بخوام بهتون بگم که خیلی پرکاربرده تو این اسلاید، ببینید مثلا بالا سمت راست رو ببینید، فال پروتکشن. فال پروتکشن یعنی ایمنی کار در ارتفاع.
ما اینو کار کردیم و جز اولویت هامون بود. چرا؟ ببینید ما تو صنعت میگیم طرف باید بره از نردبون بالا با ایمنی کامل، هارنس رو بپوشه، از نردبون بره بالا، اون کارشو انجام بده، حالا جوشکاری نمیدونم هر چی که هست انجام بده و بیاد پایین و باید ایمن این کار انجام بده. مراحل رفتن بالا و اومدنش خب یه سری قوانین داره، قوانین اوشا OSHA که در واقع سازمان بین‌المللی قوانین ایمنی هست که تو کل دنیا یکیه. ما اومدیم بر اساس همون اینو ساختیم. اما من میخوام این نکته رو بهتون میگم چرا رفتیم شبیه ساز اینو ساختیم. 1000 تا سناریو دیگه هست، چرا ما رفتیم سراغ فال پروتکشن؟ چون من اگه میخوام این کار رو به صورت حضوری و فیزیکی آموزش بدم نیاز دارم که خب یه داربست مثلا 30 متری درست کنم که ممکن طرف توی همون آموزش دچار حادثه بشه، بره بالا، از بالا بیاد بندازه خودشو پایین. ببینید شما به این فکر نکنید، چون تو صنعت افراد با IQ های مختلف میان. من نمیخوام بی احترامی کنم به همکارم، ولی افرادی هستن که داری تو چشش نگاه میکنی، زل میزنی، میگی این کارو نکن، نمیفهمه. اما اگر انجام بده یاد میگیره. این همون چیزی بود که اول خدمتتون گفتم. 80% آدما وقتی چیزی رو یاد میگیرن که انجامش بدن. VR این فرصت رو شما میده که بذاری تجربه کنه. ما الان تو این شبیه سازی که الان فیلمش هم خیلی دارم نشونتون میدم، طرف میاد هارنس رو میپوشه، از نردبون میره بالا، حتی بالا که رفت اونجا میبینی که اصلا ارتفاعش از زمین چقدره. آقا تویی که میخوای بری ارتفاع کار کنی ترس از ارتفاع نداری؟ هیچ وقت رفتی توی ارتفاع 30 متری 40 متری زمین کار کنی هیچ چیزی زیر پات نباشه؟ فوبیای ترس از ارتفاع نداری؟ بعد از اینکه اون عینک رو میزنه تو اون ارتفاع خودشو میبینه، تازه میبینی نه اصلا به درد این کار نمیخوره. یا مثلا CPR ببینید عکس بالا وسط، ما توی CPR یا در واقع همون احیای قلبی ما هممون کارش داریم. یعنی هر کسی که یه آدم دور برشه هر لحظه ممکنه قلبی کنه و بیفته. خب ما الان کلاس آموزش حالا کمک های اولیه رو داریم. خب استادم میاد یه ماکت داره و آموزش میده، اما چرا من باید برم ویارش رو بسازم؟ این خیلی سوال مهمیه ها. من چرا باید برم ویارش رو بسازم؟ دلیلش اینه من تو آموزش استاد میارم، ماکتم میارم، اما شرایط واقعی رو که بهش نشون نمیدم. تو شرایط واقعی اینجوریه، اگر کسی کنار شما سکته قلبی کنه، ایست قلبی کنه، بیفته، اگر از عزیزانتون باشه، دوستاتون باشه، شروع میکنین داد و بیداد کردن، معذرت میخوام میزنید تو سر خودت، آی هوار داد و بیداد که بیاین کمک کنید. چرا؟ چون اولی بلد نیستی بهش کمک کنی، بعد عزیزته اصلا کنترل نداری، بعد دورت آدما جمع میشن، هر کسی یه نظری میده، آقا یکی زنگ بزن آمبولانس فلان، بعد هیاهو میشه دورت، اما اونور صدای آمبولانس میاد و اونجاست که تو باید خود واقعی تو نشون بدی. یعنی اون چیزی رو که بلدی اونجا باید نشون بدی. توی کلاس که شرایط ایمنه، استاد هست، همه چی استیبله و هیچ اتفاقی نمیفته، که نمیشه بگی آقا طرف یاد گرفت اینو. هزاری هستن که کمک های اولیه بلدن ولی یه زخم میبینه حالش به هم میخوره. چرا؟ چون تو واقعیت هیچ وقت این اتفاق براش نیفتاده که ببینه تو واقعیت یه چیز دیگه است. تو واقعیت شرایط فرق میکنه. پس ما با استفاده از VR میتونیم اون شرایط واقعی رو برای شبیه سازی کنیم. بگیم ببین الان یه نفر افتاد، ایست قلبی کرد، دورت پر از آدمه، صدای هیاهو میاد، صدای آمبولانس میاد، تو اینجا کارت انجام بده، ببینم تو شرایط واقعی اون استرس ها رو
میتونی تحمل کنی یا نه، و طرف آماده میشی که اگر یه روزی خدایی نکردی اتفاق افتاد، آماده باشی که بعد چیکار رو چجوری به احساسات خودش در واقع کنترل داشته باشه. یا مثلا سمت چپ بالا رو ببینین، confine space. این سناریویی که دارم خدمتتون عرض میکنم اینا دیگه گلچینه بچه‌ها. ببین گلچینه سناریوهای ایمنی توی صنایع دنیا است. این confine spacey که زده در واقع کار در فضاهای بسته است. همینجوری می‌بینید یه شخصی که داره از یه لوله فاضلاب داره میاد با نردبون پایین. کسایی هستن که فوبیای ترس از تنگنا دارن. توی آسانسور اگر مثلا چراغ خاموش بشه، مثلا درش باز نشه، بیسته وسط راه، تنگی نفس میگیره، حالش به هم میخوره، شروع میکنه داد بیداد کردن. من این توی آموزش حضوری چجوری میتونم بهش یاد بدم تو این شرایط اینجوری باش؟ بهش میتونم بگم چجوری باش، ولی اون نمیتونه حس کنی که اون تو اون لحظه‌ای که این اتفاق براش افتاده که اصلا ممکن رو خودش کنترلی نداشته باشه. پس من میتونم قبل از اینکه تو اون شرایط قرار بگیره بذارمش تو اون شرایط، ولی این دفعه بدون خطر. بگم ببین تو این مثلا لوله که میخواد بری جوشکاری کنی، الان بچه‌هایی که خط انتقال لوله آب خلیج فارس رو دارن به کرمان، توی لوله 100 متری تقریبا 100 متر میره جلو، به نقطه اتصال دو تا لوله که میرسه از داخل شروع میکنه به جوشکاری کردن. این کسی که توی تاریکی پر از دود توی فضای بسته داره کار میکنه. خب این باید به اون شرایط آماده باشه. من تو آموزش حضوری که نمیتونم برای هر بار آموزش لوله بذارم بگم برو تو این لوله جوش بده بیرون. پس شرایط آموزشه که منو ترغیب میکنه که من برم سراغ واقعیت مجازی. خب در مورد آتش نشانی یا فایر سیفتی هم همینه. تو شرایط واقعی شما مثلا یک کلاس آتش نشانی رو تصور بکنید. توی مدرسه هم ما داشتیم. تو دوران حالا دانش آموزیتون، دانشجوییتون هم شاید تجربه کرده باشین. یک کلاس مثلا ایمنی آتش نشانی برای شما میذارن، به شما میگن خب این کپسول، استاد میاد کپسول رو میگیره دستش، یه آتش فرضی هم روشن میکنید و تو شرایط خیلی خوب استیبل استاد وایساده داره یه چیزی رو به شما آموزش میده. کپسول رو میگیره دستشو خاموش میکنه. اما شما هیچ کدومتون اصلا یه بار حتی که خود کپسول هم نمیگیرین دستتون. میدونین چی میگم؟ این خیلی مهمه. تو شرایط واقعی نوع آتیش رو اصلا ممکنه تو اشتباه تشخیص بدی. این آتیش با گاز بوده، با کاغذ بوده، با گازوئیل بوده، چی بوده؟ تو باید بتونی اول نوع آتیش رو درست تشخیص بدی، بعد بر اساس نوع آتیش بیای چیکار کنی؟ کپسول درست رو انتخاب کنی و بعد بتونی اون آتیش رو نشونه بگیری، ضامن رو آزاد کنی و توی مراحل اولیه آتیش مهار کنی. اینو همه باید بلد باشن. یکی از حالا اینم یه جا یادداشت کنین، این هم یکی از چیزایی که از تو دل تجربیات اومده بیرون. من همیشه توصیه میکنم به شرکت هایی که میخوان سمت VR برن، میگم شما وقتی سمت VR برین که اون سناریو برای VR چجوری؟ باید چند تا شرط داشته باشه. اول اینکه اون سناریو خطرناک باشه، یعنی اگه بخواید آموزش حضوری بدین خطرناک باشه، یا اگر اتفاق بیفته خیلی خسارت زیادی میزنه، یا نیروی انسانی تو از دست میدی یا خسارت مالی میبینی. اگر اون کسایی که دارن توی محیطی که پر از آتیشه دارن کار میکنن، پر از مواد سوختی دارن کار میکنن، بلد باشن با آتیش چجوری مقابله کنن، تو همون شروع آتیش جلوشو میگیرن. اگر بلد نباشن فرار میکنه، چون براش مهم نیست، میذاره میره، فقط میخواد جون خودشون نجات بده. اما اگر دو تا نکته ساده رو بلد باشه، میتونه آتیش مهار کنه و جلو خیلی از خسارات جانی مالی بعدش بگیره. دیگه سناریو بعدی وسط پایین، آورهد کرین.
جرثقیل‌های سقفی، حمل بار. شما تو هر انبار صنعتی که برین یه سری جرثقیل سقفی دارن کار میکنن. این جرثقیل سقفی از 20 تن تا 200 تن رو میتونن حمل کنن. حالا ما توی مجتمع سرچشمه تقریبا 15 تا 200 تنی داریم که ما حتی برای بازدید یه دوره آموزشی جرثقیل سقفی داریم. بچه‌ها رو میفرستیم برای بازدید، یعنی میفرستادیم، الان این کار نمی‌کنیم. اینا میفرستادن بچه‌ها رو برای بازدید، یه روز اتوبوس بگیر ببر توی کارخونه. تازه اگر از 15 تا جرثقیل 3 تاشون میتونن ببینن، همشون. اما الان نه تنها همشون میبینن با 360، بلکه با فول وی آر میتونن باهاش کار کنن، یعنی تمرین کنن. خب و این یعنی انبارها، این هم جزو مواردیه که خیلی کارش دارن توی صنایع. خب من سراغ بقیه سناریو خیلی سریع رد بشم. اصلا سناریو لوتو رو داریم، لاک اوت تگ اوت. کسی که وارد حالا یه فضای پر از الکتریسیته و سیمای برق فشار قوی و ضعیف میره. من خیلی شرمنده هستم چون حالا ما به دوستان قول داده بودیم تا ساعت 9. اگر بله. یه خود سریع‌تر من پیش برید خیلی خودم ممنون. حواسم از وقت چیز شد. تشکر میکنم از شما. بچه‌ها اسلایدها من رو خیلی در اختیار دوستان قرار میدیم انشالله. اسلاید رو من بهتون میدم. فقط این که میخوام بهتون بگم که اگر یه کاری رو عاشقش نباشید ممکنه خیلی توش موفق نشید. نه تنها باید عاشق باشید، بلکه باید تمام وقتتون و انرژیتون رو بذارید که تو اون کار موفق باشین. حتی اگر مسیر خیلی سخته برین جلو. من الان دارم با شما صحبت میکنم، من به شما گفتم نورو، اصلا نگاه میکنم اینم نوروبه و اصلا متوجه گذر زمان نشدم و میخوام بگم که عاشق باشید. خب بچه من خیلی سریع رچم. ببینید حریم این چیزایی که الان بهتون نشون میدم این چیزاییست که ما با 360 درست کردیم. خب مثلا حریم عملیاتی ماشین‌آلات، محورهای در گردش، همشون رو به صورت 360 درست کردیم. تا عینک میذاره تو محیط واقعی، همون محیطی که فرداش قرار اونجا کار کنه. بعد برخورد با اجسام ثابت، سطوح داغ، ایمنی لیفتراک، پاشش مذاب تو کارخانه ذوب، جرثقیل سقفی، ریسک لغزندگی جاده. من این فیلم رو توی با 3 متر برف رفتم توی برفا ضبط کردم که آقا تو این جاده ها حواستون باشه میخواین رانندگی کنین نکات رو رعایت کنین. و خب اینا هم مثالاییه که ما به صورت 360 داریم. من یه عکس گذاشتم ولی شما تصور کنید یه عکس کروی شکلی که شما وسطش قرار دارین و میتونید اطرافتون نگاه کنید و حرکت کنید. این شبیه ساز لیفتراکمونه، اینا حالا طرف میشینه همون شرایط لیفتراک، عینکو میذاره به چشمش، دقیقاً تمام داشبوردی که جلوشه در واقع به همون شکلی است که دنیای واقعیه. خب من برم جلو. یه نکته رو بگم که خیلی میتونه بهتون کمک کنه. این متد دایس رو در موردش تحقیق کنید. این آخرین اسلایدم دیگه تموم میکنم. متد دایس همون مطلبی که گفتم. شما وقتی میتونین برین سمت تولید محتوای واقعیت مجازی که 4 تا شرط داشته باشه. یکی این که خطرناک باشه، خطر آفرین باشه. یکی ایمپاسیبل باشه، غیر ممکن، مثل کار در ارتفاع. شما نمیتونین یک داربست 30 متری بزنی. یکی مخرب باشه، یعنی اینکه اون کاری که داری انجام میدی، آموزشش میدی، ممکنه به دستگاه آسیب بزنه. یه دستگاه خیلی گرون داری. ما الان دامتراک هایی داریم که حتی یک ترمز اضافه، یعنی هر ترمز اضافه که طرف با اون ماشین انجام بده 2,200,000 تومان هزینه داره. این ترمز ساده رو که دارم خدمتتون عرض می‌کنم، شما با ماشین دارین میرین یه ترمز ساده میگیرید، این یه استهلاک داره، یه هزینه‌ای داره. در ابعاد بزرگش وقتی در ابعاد معدنی و 240 تنی وقتی حساب میکنی، اون نیش ترمزه 2,200,000 تومان هزینه داره و طرف نباید اونو انجام بده و میره با سلیقه شخصی خودش این کار انجام میده. اما شما با آموزش و در واقع استفاده از همین شبیه سازی که بهتون میگم
میتونیم بهش آموزش بدیم که آقا اینجا این کارو نکن، این کار مخربه. یا اینکه خیلی گرون باشه، یه دستگاهی که خیلی گرون و کمیابه، این دستگاه اگر شما باش بد رفتار کردید تا بخوای یکی دیگه مثل اینو بخری، مثلا 1 سال طول میکشه، 2 سال طول میکشه، 3 ماه طول میکشه، اصلا 1 هفته طول میکشه. 1 هفته خواب برای دستگاهی که تو صنعت مثلا ابعاد صنعت مثل خیلی گرونه. اگه بخوام بگم بچه‌ها، ما هیچ وقت کارخونه نمیخوابه. کارخونه مثل سرچشمه رفسنجان هیچ وقت خواب نداره، این شیفت مختلف دارن کار میکنن. به ازای هر دقیقه 350 میلیون ضرر داره. یعنی شما اگه خط تولید رو بخوابونین، به ازای هر دقیقه 350 میلیون ضرر به صنعت میزنه. تو صنایع دیگه هم که دیگه خودتون حساب کنید. خیلی خوب، من صحبتم تمومه. امیدوارم پرحرفی نکرده باشم. بچه‌های مثل شما رو میبینم خب به وجد میام، سعی میکنم که اون چیزی رو که دارم منتقل کنم. امیدوارم استفاده کرده باشید. من در خدمت. بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم از شما، واقعا لذت بردیم همونطور که انتظار میرفت و حتی فراتر از انتظار ما. تجربیات ارزنده و کاملا عملی و واضح از اینکه ما چه کار باید بکنیم، چطوری وارد بشیم، چطوری خودمون رو جا بندازیم. من این رو از شما یاد گرفتم که ما اگر حرف تازه‌ای برای گفتن داشته باشیم خیلی راحت میتونیم پذیرفته بشیم، چه از طرف افرادی که حالا مسئولیت اون صنعت رو بر عهده دارن، چه از طرف کسایی که ما قراره تو اون صنعت بهشون آموزش بدیم. اگر ما حرف تازه‌ای داشته باشیم با ابزار تازه‌ای بتونیم کار کنیم که مسیر رو برای دوستان آسان‌تر، کم هزینه‌تر و کم خطرتر بکنه، خب پذیرش ما هم توی اون صنعت خیلی بهتر میشه و آینده به نظر میرسه آینده خیلی خوبی هم در انتظار خواهد بود. من خیلی ممنونم از شما آقای مهندس، وقت زیادی گذاشتین. عذرخواهی میکنم هم از شما هم از دوستان بابت مشکلات پیش آمده. مشکل از پلتفرم بود. من الان صدای خودم رو که باز میکنم صدای شما رو خیلی ضعیف دارم و پلتفرم گویا به مشکل خورده این جلسه. متاسفم و عذرخواهی میکنم از همگی بزرگواران. و اینکه انجمن ما تمایل خیلی زیادی داشت که بتونه یک همکاری داشته باشه حالا با شما، یا اگر بشه حتی ما یه بازدیدی داشته باشیم. متاسفانه خب خودتون در جریان هستیم، ما انجمن علمی دانشجویی هستیم و حالا بودجه چندانی نداریم. نمیدونم شما پیشنهادی دارید برای اینکه حالا حضوری بتونیم بازدید کنیم، حتی شده چند نفر از دوستان رو بیاریم، زیر 10 نفر حتی، یا اینکه حتی اگه بشه یک بازدید مجازی داشته باشن دوستان که بیشتر یاد بگیرن در مورد این. به نظرم خیلی حرکت شما انقلابی و جذاب بوده، اینکه از بروزترین فناوری‌ها در جریان آموزش صنعت استفاده کردین، چیزهایی که شاید تازه در دانشگاه‌ها دارن در موردش صحبت میکنن شما عمل کردید و تجربهش رو دارید. من خیلی ارزشمنده و احتیاج هست که بیشتر ماها که دانشجو هستیم باش آشنا بشیم. خیلی ممنونم ازتون، خیلی ممنون میشم که پاسخ این عرض من رو بدین. یه صحبتی هم داشته باشم با دوستان، من هر جلسه تکرار میکنم. دوستان ما از قسمت کاربران اگر دقت کرده باشین تمامی اسامی اینجا هست. خب از اول تا آخر جلسه من چک میکنم که چه کسانی هستن، از کی وارد شدن. بنابراین حضور شما ثبت شده، نیاز به نگرانی نیست. منتها اون افرادی که با نام و نام خانوادگی کامل نیومدن و همینطور حالا با نام خودشون ممکن اصلا نیومده باشن، خواهش که دارم از بالای صفحه این 3 خطی که هست، یه نقطه زرد هم بالاش هست، این 3 خط رو که بزنید اطلاعات کاربری روی اون کلیک کنید، میتونید از اون طریق نام و نام خانوادگی خودتون رو ویرایش بکنید. ممنون میشم که حالا توی این 1-2 دقیقه باقی مونده افرادی که حالا به عنوان میهمان وارد شدن یا نامشون کامل نیست این کار رو انجام بدن تا اسامی اونها رو هم ما داشته باشیم و برای گواهی به مشکل نخوریم. تشکر میکنم. ما در خدمت آقای مهندس هستیم و بعد دوستان میتونن نامشون رو ویرایش کنن و بعد خداحافظی میکنن. در حالی اینکه شما فرمودید برای بازدید، شما هر زمانی که ببینید بچهای دانشگاه علامه طباطبایی مخصوصا رشته فناوری آموزشی تکنولوژی آموزشی، من خیلی وقتی که با اساتیدتون با بچه‌ها در ارتباطیم و خیلیشون هم دعوت کردیم که پیشونم اومدن، حتما استقبال میکنم و
از شما دعوت میکنم که حتما تشریف بیارید امور آموزش مجتمع مثل سرچشمه ببینید، با فرآیند کاری ما آشنا بشین و یه بازدید از کارخونه هم حتما داریم، میتونیم بریم اونجا رو ببینیم. به علاوه این که من میتونم حتی یه عینک براتون بفرستم، بچه‌هایی که اونجا هستن توی انجمن فرآیند تولید به صورت واقع مجازی ببینید و حتی نرم افزاری که خدمتتون عرض میکنم مثل کار در ارتفاع و اینا کار کنید و هر نوع حمایت که فکر میکنید میتونیم انجام بدیم. اما خواستم از شما یه خواهشی بکنم. ما جدیداً دنبال استفاده از بازی در آموزش هستیم. بحث گیمفیکیشن که مطمئنم خیلی باشون در سر کار دارید، در موردش خوندید، شنیدید. اما جسارتا وقتی که امکان داره کار می‌کنیم خواستتون رو از اونجایی که درخواستی داشتید مجددا مطرح کنید. من گوشیم زنگ خورد و اینترنتم قطع شد، عذرخواهی میکنم. خواهش میکنم. خدمتتون عرض کردم که میخواستم یه کار تحقیقاتی رو بهتون بدم و این میتونه حتی یه مبلغی رو هم از طرف شرکت مثل بهتون پرداخت کنیم. استفاده از بازی در آموزش بزرگسالان. ببینید توی بچه‌ها چون بازی رو دوست دارن خیلی راحت میرن سمتش. بزرگا هم دوست دارن اما یه شرم و حیایی دارن، نمیدونم یه حالتی دارن که یکم مقاومت میکنن یا وارد حاشیه میشه. بازی هایی که برای آموزش به بزرگسالان استفاده میشه تو دنیا هم خیلی دارن استفاده میکنن، اما ما گفتم باید مکانیزش کنیم برای ایران. تمام بازی های ریز و درشت از یه بازی ساده میخوام بگم مثلا یه گردونی شانس شما حساب کنید. مثلا ما استاد داریم که گردونی شانس مثلا 10 تا سوال می‌نویسه، میگه آقا من اینو میچرخونم، سوالات مثلا امتیاز دارن، هر سوالی وایس شما جواب بده و امتیاز رو بگیر، به ازای اون مثلا اینقدر امتیاز به حسابت واریز میشه. در مورد گیمفیکیشن اگر پیشنهادی دارید، پروپوزالی دارید و به نظرتون میشه در واقع از اون بازی برای آموزش استفاده کرد، چه تو آموزش بزرگسالان چه تو آموزش حالا فرزندان و پرسنل، چون ما به فرزندان و پرسنل هم یه سری خدمات میدیم، دارین پذیرا هستیم، اون طرح رو بهتون در واقع گرانت میدیم که بتونین بیاین اجراش کنین و در واقع خودتون مجری اون کار باشین. ما هفته پیش یه استارتاپ فناوری های نوین آموزشی برگزار کردیم توی مجتمع، از خیلی از شرکت ها اومدن ولی نتونستیم جمع‌بندی کنیم کار گیمیفیکیشن رو، استفاده از بازی در آموزش رو. این هم خواستم به اون کاری که حالا میخواین همکاری خاصی انجام بدیم تو این زمینه بهتون بسپارم. تو بقیه زمینه که عرض کردم بحث وی آر ای آر هم پیشنهادی داشته باشید به هر حال میتونیم همکاری بکنیم. من در خدمتتون هستم. خیلی ممنونم از شما، بسیار عالی. بله، تعداد زیادی از اساتید ما به صورت تخصصی در حوزه بازی‌های آموزشی کار میکنن. تا جایی که اطلاع دارم همین اخیراً استاد مشاور انجمن دکتر حمیدرضا مقامی یک طرح پژوهشی رو هم با دانشگاه فرهنگیان کار کردن در این زمینه، البته برای کودکان بوده. ما میتونیم از طرف انجمن با اساتیدمون مشورت کنیم و انشالله که طرح قابل توجهی رو خدمت شما ارائه میکنیم. تشکر میکنم از پیشنهاد خوبتون. بفرمایید خانم راسکو.
ببینید متوجه شدم. ببینید خیلی عالیه. هر نوع حمایتی که فکر میکنید ما انجام میدیم. یه مبلغ پرداختی هم چیزی خاصی نیست، اما از اون ارزشمندتر اینه که ما به شما فرصت اجرای این کار رو برای 35,000 پرسنل که تو صنعت دارن کار میکنن بدیم. هم بار مالی داره برای تو، هم تجربه. ببینید شرکت هایی که دارن با شرکت ملی کار میکنن، کار کردن با شرکت ملی میاد تو رزومه شون. یعنی بعضی اینکه اون کار انجام میدن، تازه کارهای دیگه شرکت های دیگه میان سراغشون. ما الان که آموزش سازمانی دارم خدمتتون عرض می‌کنم، ما در رتبه 1 تا 3 کسایی که میان. پارسال که در واقع همایش آموزش و توسعه سرمایه انسانی شرکت کردیم، سیمنس 3 ستاره گرفتیم. کسایی که میان کار میکنن با شرکت مس، بعد از اون تازه پیشنهاد دارن از شرکت‌های دیگه. یعنی شرکت‌های دیگه نگاه میکنن به دست شرکت مس ببینن چه کار کرد، پشت سر انجام میدن. من میتونم بهتون قول بدم بعد از اینکه با ما کار کردیم، ایران خودرو، سنیچ، پارس خودرو، پتروشیمی کارن، کلا صنایع نفت جنوب، کشتی سازی ها، اینا میان سراغت. و به نظر من این بهترین پوانی که میتونیم بدیم. فقط اون پروپوزالی که تو این کار هست، مربوط به این کار هست رو به ما بدید، ببینیم که واقعا حرفی برای گفتن داره. ما ببینید ما خیلی گیمفیکیشن رو سعی خطا کردیم. الان واقعا نیاز داریم که سری ایده جدید وارد کار کنیم. ایده های کوچیک قرار نیست خیلی بزرگ باشه. بعضی موقع ایده ها کوچیکن ولی اجرایی هن. ایده ها کوچیکن ولی به درد بزرگسال میخوره، میپسنده، یعنی باش ارتباط میگیره. تحقیق کنید ببینید تو دنیا دارن چی کار میکنن. ما تو این زمینه تا حالا تیمی رو تشکیل ندادیم که ویژه رو این کار کنن. حالا گسسته بوده، جای مختلف پیشنهادایی داشتن، اما هیچ وقت نشده که تخصصی بیام روی موضوع. الان یکی از موضوع داغمونه، یکی این و یکی هم میکرو لرنینگ یا موبایل لرنینگ. این هم جزو حالا ترندامونه که داریم روش کار میکنیم به این نتیجه برسیم. و حالا چیزای دیگه قرار نیست فقط اینا باشه. اینا چیزایی که الان داغن، اگر کسی حرفی برای گفتن داشته باشه قطعا میتونیم باهاش وارد قرارداد بشیم توی بحثایی که خدمتتون عرض کردم و هر چی که مربوط به فناوری آموزشیه به ویژه بزرگسالان. خب تشکر می‌کنم. بسیار استفاده کردیم. ببخشید که وقت شما رو بیشتر گرفتیم، شرمنده. نه این همکاری ادامه دار باشه. تشکر. خب اگه با من در مورد موضوعات صحبت کنین من هستم، استقبالم میکنم. 10 تا از این نشستام اجرا کنید بازم میام. تشکر. و دوست داریم که کاری رو انجام بدیم به ویژه برای این مملکت ما، برای کشور. ممنونم از شما، خیلی ممنونم. واقعا استفاده کردیم، خیلی لطف کردین از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. واقعا از شما ممنونیم. تشکر می‌کنم. خواهش میکنم، باعث افتخارم بود. به هر حال از همه دوستایی که حضور داشتن هم تشکر میکنم که اومدین. خیلی صحبتی نشد، نشدم با همتون آشنا بشم، ولی خوشحال میشم که با من در تماس باشین. شما رو برام که دیگه خانم کریمیان دارن. خیلی خوشحال میشم پیشنهاداتون رو داشته باشم. هر کاری که فکر میکنید میتونه بهمون کمک کنه، استفاده از فناوری در آموزش، من اینجا با تمام قد در خدمتتونم. بسیار ممنونم. خسته نباشید. سلامت باشین. خدا نگهدار. خدا حافظ شما. خب دوستان عزیزم، من خیلی ممنونم از صبوری شما، همراهی شما از این تا این لحظه. عذرخواهی میکنم بابت اختلالات پیش اومده در اول جلسه. خیلی ممنونم که با ما همراه بودید. اسامی شما سیو شده، فقط هنوز ما یک کاربر میهمان داریم. اگر اسمشون رو بگن خب
ما میتونیم اگر البته تمایل جلسات قبل بودن و تمایل به دریافت گواهی دارن، چون همونطور که میدونید بعد شرط دریافت گواهی حضور در هر 6 جلسه هست. و اون دوستی هم که فرموده بودن که جلسات قبلی هم با نام مهمان اومدن، انشاءالله ما یک گروهی خواهیم زد همین امروز و فردا، اونجا به من اطلاع بدن که بررسی بکنیم. خسته نباشید و ممنون که همراه ما بودین. انشالله جلسه بعدی هفته آینده هست، همون 4 تا 5 با دکتر طوفانی نژاد در خدمت شما هستیم و البته تیمشون. 2 جلسه ما از محضر دکتر طوفانی نژاد استفاده خواهیم کرد. یک جلسه در مورد آموزش و پزشکی، علوم پزشکی که همکارانشون رو هم ایشون دعوت میکنن میان، و یک جلسه دیگه هم در مورد آموزش و زبان فارسی که به طور ویژه با بنیاد سعدیشون کار میکنن. روزهای یکشنبه دوشنبه هست برنامه‌های ما، ساعتش هم 4 تا 5 هست. امروز حالا به علت مسئله‌ای که برای متخصص ما پیش اومده بود ساعت تغییر کرد. بله جلسات ضبط شده رو هم ما قرار میدیم. به احتمال زیاد گروه همین امشب یا تا فردا شب تشکیل میشه. از طریق کانال‌های انجمن پیگیر باشید و عضو گروه صنعت و آموزش بشید. سلامت باشید. خدا قوت به همگی و خدا نگهدارتون.